بسم الله الرحمن الرحیم. عن ابی هریرة رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال: من كذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. حدیث متفق علیه. از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: من کذب علی متعمدا، شخصی که قصداً سخن دروغ را به من نسبت بدهد و برای من دروغ بگوید، سخن بگوید و آن سخن را بر من بار بکند، فلیتبوأ مقعده من النار، پس آن انسان جایش را در دوزخ آماده کرده است. پس آن انسان جای در جنت، در دوزخ برای خود انتخاب کرده است. در این حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما و شما را نهی میکند از آن که هر سخن را نسبت به اون رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بدهیم که این سخن را رسول الله گفته است و آن اگر دروغ باشد پس وای به حال گویندش. از این لحاظ دوستان عزیز متوجه باشید و با دقت باشید که یگان سخن دروغ را نسبت به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ندهید و از پیش خودتان حدیث بافته با مردم نقل نکنید و به فایده خودتان حدیث را بافته به مردم نگویید که این تهدید، این وزمینی براتان می بیاد و دوچار این وزمینی می گردید که جای در دوزخ برای خود انتخاب کرده اید. پس دوستان عزیز متوجه باشید و هر سخنی که میگویید بدانید که از کجا میگویید و سخن کی هست تا اینکه صاحب دوزخ نگردید. این حدیث متفق علیه است که امام بخاری و مسلم رحمت الله علیهما روایت کرده است.